بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله باشین و شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم. به نوبه خودم و به نمایندگی از شما نیز خدمت ایشان عرض و سلام و خسته نباشید دارم. بدم خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول برنامه را با سوالهایی که از طریق SMS شما بینندگان عزیز فرستاده و سوالهای شرعی و دینی و مسائلی که در مورد فقه و امور زندگی انسان که از راه عبادت باید بتونیم چطور انجام بدیم، یعنی به عنوان یک عبادت باید باشه برامون و بفهمیم که نظر دینی چیه و این سوالها را از ما را امین دونستین و این سوالها را از ما پرسیدین که گفتیم به چندین روش نیز با ما میتونید در ارتباط باشین برای پرسیدن این سوالها از طریق SMS، تماس تلفنی، تماس یا پیام صوتی، ایمیل و حتی واتساپ. و طبق روال معمول سوال و برنامه رو از پیام هایی که از طریق SMS فرستادین آغاز میکنیم. جناب مولانا بیننده پرسیدن که آیا می شود ختم قرآن را ختم بکنیم و ثواب ختم قرآن را به پدر، شوهر، مادر، کلا به امواتمان هدیه بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. مسئله انجام دادن عبادات و ایصال ثواب به مردگان این یک امر کاملا 100% شرعی و توقیفی هست. یعنی خود انجام عبادت به نیت کسی دیگر اساسا این گونه هست که انسان باید عبادت رو برای خودش انجام بدهد، نماز و روزه و زکات و حج و بقیه عبادات را، و به عنوان یک اصل مرحله اول و اصیل این گونه هست که در عبادات نیابت جایز نیست. در عبادات نیابت جایز نیست، یعنی هیچ کسی نمیتواند به جای کسی دیگر عبادت بکند. این یک اصل هست که در عبادات و در تقربات، موردی که جزء تقرب به درگاه الله متعال هستند، نیابت جایز نیست. هیچ کسی نمیتواند برای کسی دیگر تقرب بکند. هر انسانی خودش باید عبادت بکند، خودش باید تقرب بجوید با اعمالی که انجام میدهد، مگر در مواردی که استثناء شده باشند، مگر در مواردی که استثناء شده باشند و در شریعت اسلامی دلیلی برای اثبات آن و برای جواز آن آمده باشد. به طور مثال برای روزه در یک دایره محدود ثبوت هست و جایز هست. از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، هر کسی که بمیرد و بر اون قضای رمضان، قضای روزه‌ای باشد، من مات و علیه صیام صام عنه ولیش میتواند به جای اون روزه بگیرد. الان این یک عبادت هست، از قاعده کلی استثناء شده. به چه دلیل استثناء شده؟ چون که در این زمینه نص اومده. حج استثناء شده برای کسی که توانایی حج را نداشته یا اینکه به حج نرفته یا شخصی که بیمار هست نمیتواند به حج برود. در این زمینه روایتی داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که من قبلا هم عرض کردم که یکی از اومد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله مادرم فوت کرده و حج رو انجام نداده، آیا من حج به جاش انجام بدم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن بله، حج رو انجام بده. در مورد حج اومده، در مورد عمره اومده. اینا استثناءاتی هست از قاعده کلی، وگرنه اصل بر این است که هیچ کسی نمیتواند به جای کسی دیگر عبادت بکند.
روزه فرضی یعنی قضای روزه، وقتی که بر کسی مرده مانده باشد ولیش میتواند روزه بگیرد. اگر حج نرفته باشد میتواند که حج برود. اگر ولی یعنی اون وارث بخواهد که صدقه ای را بدهد برای مردهش جایز هست. اینا مواردی هست که ثابت هست، مواردی هست که ثابت هست. از اون قاعده کلی که عرض کردم اینها استثناء شده. در مورد قرآن خوندن هیچ گونه دلیلی وجود ندارد. در مورد نماز خوندن هیچ گونه دلیلی وجود ندارد. یعنی اینها بر همون قاعده اصلی و بر همون اصل باقی هستند. یعنی این که هیچ کس نمیتواند برای کسی دیگر قرآن بخواند، چه مرده باشد چه زنده باشد. هیچ کسی نمیتواند به جای کسی دیگر ذکر بکند، چه مرده باشد یا زنده باشد. هیچ کسی نمیتواند برای کسی دیگر نماز بخواند، چه مرده باشد یا زنده باشد. اینها برامون اصل قاعده در واقع هستند. گرچه برخی از علما اینو قیاس کردند، قرائت قرآن را قیاس کردند، مثلا بر صدقه جاریه قیاس کردند، بر دعا قیاس کردند، بر اون کسی که روزه برگردنش بوده این قیاس کردند. اما در عبادات به عنوان یک اصل قیاس جایز نیست. با یک قیاس ما نمیتوانیم که یک حکم عبادی رو چکار بکنیم؟ ثابت بکنیم. پس بنابراین اصل در این مورد این است که قرائت قرآن و ختم گرفتن برای مرده، فاتحه خواندن برای مرده، سوره قل والله خوندن برای مرده، ذکر کردن برای مرده، دعا کردن و نماز خوندن برای مرده، اینها جایز نیست. دعا کردن جایز هست بنابر حدیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ولد صالح یدعو له. انسان میتواند قرآن بخواند. قرآن خوندن یک عبادت هست. بعد از عبادت برای خودش و برای مردگان خودش دعا بکند. نماز بخواند برای خودش و بعد از نماز هم برای خودش و هم برای مردگانش دعا بکند. این بهترین دعا هست و که بعد از عبادت انجام بگیرد و بهترین ایصال ثواب هست. بالاترین درجه ایصال ثواب دعای خیر و دعای مغفرت هست برای مردگان، که در واقع یک نوع شفاعتی هست که انشالله الله متعال حتما این رو قبول میکند و ثواب این دعا رو الله متعال در میزان حسنات و در ترازوی اعمال خیر مردگان انشالله ثبت خواهد کرد. اما این که ما خودسرانه بدون دلیل شرعی قرآن بخوانیم، ختم بگیریم، جلسه ختم و ترحیم بگیریم، قرآن بخوانیم برای مردگان به روحشان ببخشیم، این از نظر شرعی و بنابر روایات از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و بر اصل قاعده این باقی هست. یعنی نیابت در عبادات یا بخشیدن تقربات و عبادات به دیگران این در واقع جایز نیست، مگر در صورتی که دلیل شرعی باشد، که در مورد قرائت قرآن و نماز خوندن دلیل شرعی نیست بلکه عکس آن ثابت است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که از کاشان هستن گفتن که افرادی هستند که در معامله و تجارت فقط به دنبال سود هستند و برای رسیدن به این منظور قسم زیاد هست در معاملشون، دروغ زیاد میگن. از نظر شرعی این افراد چه حکمی دارن؟ به صورت یک اصل قسم خوردن بیجا در واقع حرام هست یا مکروه، حداقلش بگیم. قسم خوردن مکروه هست. انسان نباید به هر بهانه نام الله متعال را در وسط بیاورد و این در واقع یک نوع بی‌حرمتی هست به نام الله متعال، که در هر مسئله ریز و درشتی چه از انسان خواسته باشند یا خواسته نباشند خودش در واقع قسم بخورد. این قسم خوردن کار درست و شایسته ای نیست. در صحیح بخاری و مسلم روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الحلف منفقة للسلعة و ممحقة للبرکه. قسم خوردن یک نوع یعنی کالا رو رواج میدهد، معامله شما رو رواج میدهد، اما برکت رو از بین میبرد. برکت رو از بین میبرد. ولو این که شما در قسم خودتون صادق باشید، ولو این که انسان در قسم خودش صادق باشه، طرف مقابل مشتری قانع میشود، چه بسا که این کالا را از شما بخرد و بازار شما گرم بشود، اما در واقع برکتی رو الله متعال به این معامله شما در واقع نمیدهد. و همچنین روایت دیگری هست در سنن ابو داود و امام مسلم هم روایت کرده از حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه، ابو قتاده انصاری، میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ایاکم و کثرة الحلف فی البیع. از قسم خوردن در معامله یا زیاد قسم خوردن در معامله شما بفرهیزید. فانه ینفق ثم یمحق. این کالا رو رواج میدهد، بازار شما رو گرم میکند،
مشتری رو قانع میکند، اما اون برکت رو از بین میبرد. پس بنابراین ولو این که انسان صادق باشد، ولو این که صادق باشد در معامله خودش و در قسم خوردن خودش، این قسم خوردن در واقع مکروه است و جایز نیست. انسان باید از این پرهیز بکند. صادق باشد در گفتار خودش. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که دو نفر، یعنی بایع و مشتری، خریدار و فروشنده، اگر در یک معامله صداقت داشته باشند، صدقه و بینا بورک فی بیعهما، اگر راست بگویند و عیب معامله رو بیان بکنند، در معاملهشون برکت الله متعال میدهد. اگر نه دروغ بگویند و کتمان بکنند، برکت اون معامله رو الله متعال از بین میبرد. اینا مواردی هست که از نظر ظاهری، چه بسا دید ظاهر انسان به اون نرسد، نگاه، یعنی این نور بصیرت هر کسی این رو درک نمی کند. این یک خبری هست که از غیب به ما رسیده، از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده. بسیاری از مردم گلایه دارند و شکایت میکنند که رزق و روزی ما برکت ندارد، یا هرچی به دست می آوریم تا آخر ماه نرسیده از دست ما می رود و مدیریتی در اقتصاد و در بخش مالی خودشون ندارند و از این مالی که کسب میکنند هیچ نوع برکتی رو و منفعتی رو حاصل نمی کنند. این سری عوامل هست که اینها تأثیر دارد. تاجری که در معامله خودش خیلی هم درآمد دارد، اما در معامله قسم میخورد، قسم چه دروغ باشد چه راست باشد، خب مطمئن باشد که این یکی از مواردی هست که برکت اون مالی رو که شما کسب کردید از بین میرود. معامله خریدار و فروشنده در اون صادق نباشند، در این معامله برکتی نیست، به تصریح قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که صادق مصدوق هست و از جانب الله متعال خبر میدهد. پس بنابراین انسان ولو این که به راست هم که باشد، نباید در معامله قسم بخورد. صادق باشد، حرف حقیقت رو در واقع به مشتری بگوید. مشتری اگر خرید فبها و نعم، الله متعال برکت میدهد. اگر هم نخرید، یک مشتری دیگر میاد. لازم نیست که شما نام الله متعال رو در وسط بیاورید و قسم بخورید. این در موردی هست که این قسم راست باشد، این قسم راست باشد، مشتری دروغی رو نگفته باشد، ببخشید بایع و فروشنده دروغی رو نگفته باشد و قسمش قسم راستی باشد. اما اگر این در واقع به دروغ قسم خورده باشد که یک گناه بسیار بزرگی هست و یکی از گناهان کبیره هست. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه میگوید که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند و در یک جمعی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این روایت هم صحیح است، در صحیح مسلم هست که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه، سه نفر هستند یا سه گروه و سه دسته هستند که در روز قیامت الله متعال با اونها سخن نمیگوید، ولا ینظر الیهم، به طرف آنها نگاه رحمت نمی کند، ولا یزکیهم، آنها را پاک نمیگرداند، ولهم عذاب علیم، عذاب دردناکی رو خواهند داشت. 4 مورد رو رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردند. 3 گروه هستند که در روز قیامت الله متعال با اونها سخن نمیگوید، به اونها نگاه رحمت نمی کند و اونها را تزکیه نمی کند، پاکشان نمیگرداند و عذاب علیم و عذاب دردناکی رو در آخرت اینها خواهند داشت. تا 3 مرتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله رو تکرار فرمودند که 3 گروه هستند که در روز قیامت الله متعال بهشون نگاه نمی کند، نظر رحمت با اونها سخن نمیگوید، نظر رحمت نگاه رحمت بهشون نگاه نمی کند، تزکیه نمی کند، اونها رو عذاب دردناکی دارن. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه میگه من پرسیدم که خابوا و خسروا من هم یا رسول الله، یا رسول الله اینا که بیچاره شدند، اینها بیچاره شدند، خیلی زیانکار هستند و زیانبار هستند، اینها چه کسانی هستند؟ این 3 گروه چه کسانی هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. یکی اون کسی که منت میگذارد، یعنی یک چیزی رو به کسی، به فقیری، به یک دوستی، آشنایی، به همسایی میدهد و منت میگذارد، و المسبل کسی که اسبال ازار میکند، یعنی پیراهنش یا شلوارش از قسمت برآمده پا و استخوان برآمده پا پایین تر هست. این 2 نفر. و سومی اون فروشنده‌ای که کالایش را و اسباب و وسایل مغازه‌اش را با قسم دروغ بر مشتری غالب میکند. اینها جزء کسانی هستند که الله متعال در روز قیامت عذاب بسیار سختی رو براشون در نظر گرفته، با اونها نگاه رحمت نمی کند و سخن نمی گوید و اونها را پاک نمی گرداند و عذاب دردناکی رو در روز قیامت خواهند داشت. پس بنابراین
ولو این که انسان صادق باشد در معامله خودش و در قسم خودش، نباید قسم بخورد. این اولاتر و بهتر هست تا زمانی که مجبور نشده قسم نخورد. نیازی نیست که نام الله متعال رو به خاطر چند ریالی ما در وسط بکشیم. و اگر قسم به دروغ باشد که گذشته از این که برکت مال از بین می رود، برکت زندگی هم از بین می رود و دنیا و آخرت انسان در واقع تباه می شود. که من دعا می کنم الله متعال تمامی مسلمانان رو از عوارض این در واقع قسم دروغ الله متعال همه را حفظ بکنند و در رزق و روزی تمامی مسلمانان الله متعال برکتی را عنایت بفرماید. ان شاء الله ما هم دعا میکنیم که همه ما را راستگو قرار دهد در تمام امور زندگی. از اتاق فرمان از کارگردان عزیز آقا رفیع خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان را الان زیرنویس بکنم و از بینندگان هم دوباره درخواست میکنم، تمنا دارم که لطف بکنید فقط از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید تا مشکل دیر اومدن صدا پیدا نشه. جناب مولانا بیننده پرسیدن درباره دعا کردن در سجده، اگر به زبان فارسی یا زبان دیگر بجز عربی باشد آیا جایز است یا نه و آیا در هر سجده میتوان دعا کرد یا فقط در سجده آخر نماز؟ به عنوان یک اصل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را ترغیب کردن برای دعا کردن در سجده. روایت صحیح و صریحی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیح مسلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده و که در مورد تشویق و ترغیب هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در سجده شما دعا بکنید. حدیث این گونه هست که ایشون فرمودند اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان به پروردگار خودش دارد در حالتی هست که انسان در حالت سجده باشد. نزدیکترین زمانی که انسان میتواند به الله متعال نزدیک باشد و قریب باشد این زمانی هست که انسان سرش را در سجده گذاشته و در حالت نماز هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فاکثروا من الدعاء، پس زیاد دعا بکنید. نزدیکترین حالتی که بنده با پروردگار خودش دارد در حالت سجده هست. فاکثروا فیه من الدعاء، پس در فاکثروا من الدعاء در سجده شما زیاد دعا بکنید. این به عنوان یک اصل هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع برای ما نقل شده. اولاتر و بهتر در تمامی دعاها این است که دعای مأثوره باشد. دعای مأثور یعنی دعایی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده، دعاهایی که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در سجده می‌خواندند. اما اگر کسی دعای عربی بلد نیست یا تا زمانی که دعای عربی رو یاد بگیرد یا دعایی که در کتاب و سنت اومده اون رو هنوز در واقع نمیداند و یاد نگرفته، اشکال ندارد. تا زمانی که اون دعای عربی رو یاد نگرفته، دعای در واقع که از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست اون رو یاد نگرفته، میتواند که به زبان محلی خودش هم دعا بکند. هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. دعاهایی که در این زمینه در سجده از رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شدند و دعای حضرت عایشه هست، روایت حضرت عایشه که در صحیح بخاری هست که ایشون میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه این دعا را هم در رکوع خودشون میخوندند و هم در حالت سجده میخوندند. هم در رکوع و هم در حالت سجده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، که این هم در سجده درسته و هم در حالت رکوع. جز اذکاری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آخر عمر خودشون در واقع این دعا را میخوندن. روایت دیگری هست در صحیح مسلم که از ابو هریره رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالت سجده این گونه دعا میکردند که اللهم اغفر لي ذنبي كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله، پروردگارا تمام گناه مرا بیامرز. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه و جله، دقه و جله یعنی ریز و درشتش را، اوله و آخره، اول و آخرش را، علانیته و سره، آشکار و پنهانش را. این گناهان رو بر من ببخش. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه و جله اوله و آخره و علانیته و سره. این دعایی هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده. یه دعای معروفی که همه مردم میدونن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینها دعاهایی هست که میتوانند اینها رو در سجده بخونند و بهترین دعاها هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم که جوامع الکلم رو الله متعال به ایشان داده بود، یعنی گفتاری که
که الفاظش کم بود اما معنیش بسیار پویا و گویا و گسترده بود. این جز خصوصیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و دعاهای ایشان هم این گونه بودند. این دعای آخری که من عرض کردم اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه و جله اوله و آخره و علانیته و سره، این در واقع یک دعای بسیار جامع و کاملی هست که اگر غیر از این دعای دیگر نخونند این در واقع کفایت میکنند. پس بنابراین سعی بکنیم که اذکار و اورادی رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست اونها رو یاد بگیریم، اونها رو در نماز بخوانیم. این اولاتر و بهتر هست، هم اتباع سنت هست و هم گزینه بسیار در واقع مبارکی رو ما انتخاب کردیم. اما کسی اگر نمیتواند این دعاها رو حفظ بکند یا تا زمانی که این دعاها رو حفظ بکند با همون زبان محلی خودش هم دعا بکند از نظر شرعی اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله و از بینندگان دوباره خواهش میکنم که لطف کنید فقط با گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و منتظر صداتون نشین که از تلویزیون پخش بشه. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. عبیدالله هستم از افغانستان، شما را رضامت دادم. برادر عزیز در خدمت شما هستیم. یک سوال دارم معظمت. بفرمایید. جناب استاد، سال گذشته شیرینیخوری برادر خانمم بود. من در فکر و خیالات غرق بودم، نمیدانم که به زبان گفتم یا در ذهنم این سخن خطور کرد که اگر در محفل فلان شخص بیاد و فیلم برداری بکند طلاق باشی، و همچنان شک دارم که شاید شرط را در ذهن خطور کرده باشه و عبارت طلاق شده را به زبان آورده باشم و در همون محفل سپری شد، همون شخص به خاطر فیلم برداری نیامد. یک سوالم حکمش چیست؟ یعنی کسی نیومد؟ اگر باشه آقا بوده یعنی نیومد. بله. و سوال دومی است که دمی وقتا شیرینیخوری دیگه برادر خانم است. اگر باز همون شخص که خویشاوندشان از همون فیلم بردار، اگر او در فیلم برداری گه و خانم در فیلم برداری گه، این چی حکم داره؟ در صورتی که من اون وقت در خیال غرق بودم، اساسا دیگه نیت ما تشخیص نمیتونم که چی بوده و نمیفهم که گپ به زبان گفتیم و یا ای که بنا در خیالم، یعنی در شک هستم، یا ای که در شک هستم که شاید همین قسمت شرط در ذهنم خطور کرده باشه و شرط طلاق شده در زبانم آمده باشه. درست. و تنها همون محفل مخاطبم بود، یعنی دیگه محافل مخاطبم نبود. و اگر در دیگه محافل همون شخص به چی حکم داره؟ درست است. سوال واضح است. تشکر میکنیم از شما. سوال واضح است ان شاء الله. بله سوال واضح است ان شاء الله. تشکر میکنیم. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام. علیکم السلام. علیکم السلام. تراسم خیر ان شاء الله. سلامت باشین. عبدالله هستم از افغانستان به شما تماس کردم. آقا عبدالله در خدمت شما هستیم. شاید یک سوال داشتم جناب استاد. بفرمایید سوالتون. سوال من این بود که همین آرایشگاه داریم ما ابرو هم خط نمی کنیم، ریش هم نمی تراشیم، ریش موشین می کنیم، سر هم اصلاح می کنیم. گفتم یا نگاه شریعت یا این پول برای ما حلال هم مکروه چیه؟ چون باشه شما فتوان کن درست. یک سوال دیگه هم این بود که همه گروه جماعت تبلیغی چی رقم نگاه شریعت ساعت داره نداره که ما خود از اینا بریم نریم؟ درست. تشکر میکنم از شما. بخیر باشین. خدا سلامت باشین. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ میخواستم بدونم موقع وضو گرفتن بعد از اینکه دستا رو میشوریم باید دستامون رو دوباره به آب بزنیم مسح کنیم یا با هم؟ متاسفانه ظاهراً تماس قطع شد. اگر تونستین دوباره بیننده گرامی تماس بگیرین چون تماس قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
یک سوال داریم به مولانا. بفرمایید سوالتون. چی دعا کنیم که پیغمبر در خواب ببینیم؟ یا خیلی علما میگن که این عطینو را بکنید صلوات بسیار بفرستید. کدومش باید؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر بسیار. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید بیننده گرامی. یک چند سوال داشتم دوم. بفرمایید سوال اولتون. این سوره که در اون سجده تلاوت هست، ما او را از طریق تلویزیون و رادیو بشنویم، بر ما سجده تلاوت لازم میشود؟ سوال بعدی. سوال بعدی همچنین نام محمد پیغمبر صلی الله علیه و آله را از تلویزیون و از رادیو بشنویم تلاوت لازم است؟ سوال بعدی. بچه نوبالغ یعنی 8 ساله 7 ساله پیدارو شود در نماز چی اشکال داره؟ که جلو نماز رد بشه؟ نه مقصد که پیش درآید با مردم نماز خونده امام بشه. بله بله. و یک سوال دیگه دارم. بفرمایید. در ما اگر کسی بیمار شود بر او چلیوتین میکنن. چی کار میکنن؟ چلیوتین بله. بر او لوتین میکنن. چون این چیز وجود داره؟ آخرین سوال دیگه انشالله. تشکر میکنیم، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. یک سوال دیگه دارم. بفرمایید آخرین سوال. نماز ویتر چگونه خوانده شود؟ آن طرز درست پس را به ما فهمانید. درست. تشکر میکنم از بیننده گرامی و تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد محترم یک دو سوال داشتم ازتان. بفرمایید در خدمت شما هستیم. یکی در وقتی که در بین نماز عصر و مغرب که داخل مسجد میشویم، همین دو رکعت نماز تحیت المسجد جایز است که بخونیم یا خیر؟ و سوال دوم است که وقتی که در نماز جنازه در هنگام 4 تکبیر از رفعدین گفتن ضرورت است یا فقط در تکبیر اولش رفعدین بکنیم و بعد از او رفعدین شوه یا نشوه؟ همین سوال میخواستم جواب شه. سلامت باشین، انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. الو سلام علیکم بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. یه سوال داشتم. بفرمایید سوال شرعیتون اگه هست بفرمایید در خدمت. بله میخواستم ببینم که در به اصطلاح اون مذهب اهل سنت آیا خوردن موش، من البته یکی از کانالای چیز میگفت، آیا خوردن موش حلاله؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنون. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. برابر بیننده گرامی لطف کنین از طریق تلفن با ما صحبت بکنید، چون که از تلویزیون صدا دیر میاد. این خواهش از همه بینندگان عزیز دارم. برادر برای چی میگین؟ برای شما از طریق گوشی با ما صحبت بکنید بیننده گرامی. زارن تماسشون قطع شد. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. تشکر محترم. فقط روز خوش به شما آرزو دارم. سلام باشید. عرض معذرت میبخشید. سوال من این است که من از طرف روز وقت نماز صبح که خواندم میرم به کار و در جایی که من کار میکنم تاکسی درایورینگ اکثرا وقت تو شرایط مساعد نمی باشه که آدم وضو بگیره و نماز بخونه، نماز پیشین و دیگر و شام. و ما که وقتی خانه میایم باز اکثرا نمازها را یک جای میخوایم. سوال من این است از نگاه شرعی چه حکمی دارد؟ تشکر، وقت شما خوش.
سلامت باشین. خداحافظ. سلامت باشین. جناب مولانا 14 سال گرفتیم، بریم میان برنامه یا ادامه بدیم؟ بگیریم تا سال دیگه. درست. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید چند تا سوال داشتم از استاد. یکیش این که زکات طلای 18 یا چنده؟ فرسخ، هر فرسخ چند کیلومتر برای مسافر گفتم. بعد اذکار صبح و شام وقتی میگیم مانند قرآن خواندن باید لبهامون تکان بخوره یا نه میتونیم در چه صورت؟ بگیم؟ بعد بله؟ سال سومتون؟ اذکار صبح و شام وقتی میگیم بله. مثل قرآن خواندن وقتی باید لبها تکان بخوره یا نه؟ بعد ناخون گرفتن در شب هم حکمش چیه؟ بله، تشکر میگم از شما. ببخشید گفتم ببینم ایمیل استاد میتونیم داشته باشیم یا نه. ایمیل هم انشالله دیگه. شمارهشون بگیرم. ممنون، خدا سلامت باش. که از اتاق فهمه خواهش میکنم شماره خواهر یادداشت بکنن تا باشون تماس گرفته بشه. سلام علیکم، بفرمایید. بنده گرامی از طریق گوشی با ما صحبت بکنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. یک سوال داشتیم. بفرمایید. اولا یک پیشنهاد داشتم. بفرمایید سوالتون. اولا یک پیشنهاد داشتم. این پیشنهاد این که همین دعاهایی که در سجده کردن لازم است و چی میگوید کانال تلگرام نوشته مانید خوب میشود. درست. دومین بغیر از همین حاضر یعنی که تماس گرفتن با شما خیلی دشوار است. بسیار آدما به تماس می‌دارند اما نمی‌توانند. می‌شود که بیرون از برنامه هم زنگ زد و سوال‌های خود را پیشنهاد کرد و پاسخ‌هایش را بگیرید. که این میشه البته، این گفتیم تماس‌های صوتی میتونید بفرستین یا حتی از طریق ایمیلی که زیرنویس شده تماس سوالاتون رو بفرستین و پاسخ رو دریافت بکنید. تشکر میکنم از شما بیننده گرامی به خاطر این پیشنهاداتی که دادین. بفرمایید. اگه سوال شرعی دارین در خدمتتون. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. بخشنده یه سوال داشتم. ما زمانی که از می آمدیم اروپا تو دریای ترکیه بودیم، در زمانی که در داخل دریا بودیم نزدیک بود کشتی ما غرق بشه. ما گفتم خدایا یه نذر داشتم، یه 500,000 گفتم خیرات گذاشتیم. این درست است یا نه؟ بله. بعد اینجا ما داخل یک کمپ هستیم با یه سری مردم از مال سوریه است. اقامه نمازه که میگن بعد اقامه دعای اذان میخونن. این درست است یا نه؟ یعنی بعد از اقامه دعای اذان میخونن. درسته بله. یعنی سوالتون رو واضحه. یک سوال دیگه هم داشتم. در گوش بچه اذان دادن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ یعنی بیننده گرامی شما الان از داخل کم دارین کانال وصال مشاهده میکنین دیگه؟ بله از طریق موبایل. درست. خیلی خوبه. از طریق گوشی موبایل. انشالله موفق باشین. سلامت باشین. و مقصد هم برسین انشالله. سلامت باشین. زنده باشین. سلامت باشین. تماس بعدی رو باز کنین. سلام علیکم، بفرمایید. فقط بینندگان گرامی خواهشمندم که صدای تلویزیون رو کم بکنن و فقط با گوشی تلفن با ما صحبت بکنن. سلام علیکم، بفرمایید. آخرین تماس وصل کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم از نظرتون. ببخشید سوال اولتون؟
که در نزد خداوند رتبه حضرت فاطمه یا رتبه حضرت عایشه؟ در نزد خداوند؟ بله بله. دوباره سوال بپرسین. میگم در نزد خداوند مرتبه حضرت فاطمه بالاتره یا مرتبه حضرت عایشه؟ بعد سوال دوم این که استاد عبدالقدوس دهقان حنفی هستن یا مذاهب دیگر هستن؟ این برای من خیلی سوال شده. این سوال شرعی نشد دیگه، این سوال شخصی شد بیننده گرامی. فقط آره یا نه؟ درست. مشکلی نیست، یعنی منظوره که سوالی که شما میکنید تو برنامه زنده دیگه مشخص باید باشه. سوال آخریتون؟ سوال آخر این که من یه شخصی از یک کاری یکی ازش پرسیده بود این کار رو انجام داد که گفته بود نه، از دروغ گفته بود نه. بعد اون بهش گفته بود که زن طلاق باشی انجام ندادی، اون گفته بود زن طلاق باشی انجام ندادم. بعد این زنش طلاق میشه یا نه؟ درست. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از شما. ان شاء الله در اینجا با هم میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما بینندگان خواهیم بود و تماس شما را دوباره خواهیم گرفت. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سن ازدواج برسند، پس اگر در آنها صلاحیت دیدید اموالشان را به آنها باز پس دهید و اموال آنها را از بیم آنکه بزرگ شوند با شتاب و اسراف نخورید و هر کس که توانگر و ثروتمند باشد باید از گرفتن اجرت سرپرستی خودداری کند و هر کس که نیازمند باشد باید به صورت معروف و نیکو بخورد. پس وقتی که مالهایشان را به آنها باز پس دادید بر آنها گواه بگیرید و همین بس که الله حساب رس است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه های شبکه اما از برنامه های زنده، کلیپ ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتابها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا آقا عبیدالله سوالی داشتن که راجع به اینکه گفتن که شیرین خوری برادر خانمم بود و میخواستن که فیلمبردار بیارن. حالا من نمیدونم که در فکرم و خیالم بود یا بر زبان آوردم این حرفو که گفتم اگر فیلمبردار آوردن فیلمبرداری بکنن من زنمو طلاق میدم، ولی در اون حالت فیلمبردارم نیاوردن. نمیدونم این حالت چه حکمی داره و گفتن که الان دوباره شیرین خوری برادر خانم دیگرم هست غیر از اون اولی. الان اگر فیلمبردار بیارن باز همون حکم اولی رو داره یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
حکم طلاق این است که انسان باید وقتی که تصمیم طلاق را گرفت این طلاق را بر زبان بیاورد. یعنی این که اگر کسی در قلب خودش زنش را طلاق داد طلاق واقع نمی شود. تصمیم طلاق گرفت که در قلب خودش طلاق داد و بر زبان نیاورد، چون این طلاق از نظر شرعی معتبر نیست. و این که ایشون گفتند که در دلشون بوده، نمیدونند که در دل گفتند یا بر زبان گفتند. اصل بر این است که نگفتند. اصل بر این است که نگفتند. وقتی که شکی وجود داشته باشه یعنی مبنا همون یقین هست. مبنا همون یقین قبلی هست که اصل بر این است که ایشان چیزی رو بر زبان نیاورده باشند، چون الان نمیدونه بر زبان آوردند یا بر زبان نیاوردند. اون بر زبان آوردن فقط در اندازه‌ای که یعنی در دل خودش بوده، در وسوسه‌ای که در قلب خودش بوده. اولا که ایشون یعنی به صورت کلی نظر بنده در چون در این مورد نظر بنده، من نظر خودم بارها اعلام کردم، در این صورت ها این قسم به طلاق شمرده می شود، نه طلاق دادن. قسم به طلاق هست، نه اینکه طلاقی واقع شده باشه. زیرا که طرف میخواهد که به یک صورتی یک فرد ثالثی را یا دومی را منع بکند از اینکه فلان کار را انجام بدهد. یه خودش را مجبور میکند که من فلان کار رو نباید انجام بدم و قسم زن طلاق میخورد. هدفش طلاق دادن زن نیست. هدفش این است که با یک قسم بسیار محکمی خودش را منع بکنه که فلان کار را انجام بده، یا یک فرد دیگر رو مجبور بکنه که فلان کار را انجام بدهد یا انجام ندهد. این قسم به طلاق هست و طلاق معلق شمرده نمی شود و اساسا طلاقی هم نیست. و نظر بنده در این مورد این است که بالفرض اگر گفته باشد بازم طلاقی واقع نمی شود. بالفرض اگر گفته باشد بازم طلاقی واقع نمی شود. این یک مسئله به صورت جداگانه. و از دیدگاه عموم فقها باز هم اگر در قلب خودش گفته باشد به هیچ عنوان طلاقی واقع نمی شود. این مورد اتفاقی هست. تا زمانی که بر زبان نیاورده هیچ گونه طلاقی واقع نمی شود. بالفرض این که بر زبان آورده باشد، بالفرض این که بر زبان آورده باشد و بنابر قول عموم فقها عرض می کنم یک طلاقی واقع شده و بعد از این که با هم دیگه زندگی کردن یعنی رجوع کرده و ادامه زندگی بدن، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. یعنی با یک طلاق به هیچ عنوان زن به صورت به اصطلاح باین 100% جدا نمیشند و مخلصه در واقع نمی شود. من بارها این مسئله رو توضیح دادم. از دیدگاه بنده اصلا طلاقی واقع نشده. بالفرض این که دل شما راضی نیست یک طلاق بیشتر واقع نیفتاده بنابر قول هر کسی که به طلاق واقع شده. بالفرض اگر کسی فتوا هم بدهد که طلاق واقع شده صرفا یک طلاقی واقع شده و عرض کردم که نظر بنده این است که به هیچ عنوان در این زمینه طلاقی واقع نشده. جزاکم الله خیر. فقط در همین زمینه بگم واقعا یعنی بعضی متاسفانه اینقدر ارزش زن و همسرشون پایین میارن که سر هر چیزی زن طلاق قسم میخورن و اینه که فرهنگ غلطی هست که به جای قسم به نام الله مردم یعنی الله متعال این اندازه ارزش براش قائل نیستند که به نامش قسم بخورند. اگر کسی قسم به نام الله بخورد قبول نمیکنند، بعد قسم به زن طلاق بخورد. این واقعا یک انحراف در عقیده هست و خلاف روش اهل سنت و الجماعت بوده. انسان به هیچ عنوان نباید که لفظ طلاق سر زبانش باشد و تکرار بکنه همیشه در هر مناسبتی و که کاری رو یا یک شوخی میکند با دوستانش، یک مسئله براش پیش بیاد فولا میگوید که زن طلاق باشه. این زن بیچاره چه گناهی رو در واقع انجام داده و این خودش یک گناه هست. این خودش یک گناه هست که به جای قسم خوردن به نام الله ما به نام غیر الله قسم بخوریم. این قسم یک قسم در واقع دروغ و یک قسم باطل هست و گناه هست. جزاکم الله خیر. آقا عبدالله گفتن که در آرایشگاه یا حلاقی مشغول به کار هستن و ریش کسی که ریش رو میخواد کوتاه بکنه با ماشین کوتاه میکنم و نمیتراشم، ابرو رو هم کوتاه نمیکنم. این درآمد و این رزق روزی من آیا حلاله یا نه؟ تراشیدن ریش حرامه و قطعی و 100% حرام هست بنابر روایات زیادی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و صحیح و صریح هستند که دستور دادن برای اعفاء لحیه، یعنی ریش را باید بلند بکنند و اکرام بکنند و تراشیدنش حرام هست. تفاوتی نداره که تراشیدنش با تیغ باشد یا اینکه با ماشین اونو در واقع بتراشند، هر دو موردش حرام هست و همکاری در یک امر حرامی باز هم حرام هست.
انسان مسلمان بنابر آیات قرآن باید تعاون بکنند بر بر و تقوا، بر اسم و فجور و گناه انسان به هیچ عنوان نباید کسی دیگر را در واقع همکاری بکند و تعاون بکند و من توصیه میکنم که این کار رو انجام ندهند به هیچ عنوان از هر کسی هم که اگر من مطمئن هستم اگر افراد با ایمانی این جرأت و شهامت رو داشته باشند که یک اعلامیه بنویسند در جلوی آرایشگاه خودشون که در اینجا فقط ما موی سر رو اصلاح میکنیم یا در واقع کاری که ما انجام میدیم فقط در مورد موی سر هست یا به هیچ عنوان ما ریش نمیتراشیم در این آرایشگاه، مطمئن باشید هم رزق و روزیشون انشالله برکت بیشتری رو خواهد داشت و هم افراد با ایمان بیشتر پیش این افراد میاد و مراجعه میکنن به خاطر ایمان و تقوایی رو که داشته باشن. تراشیدن ریش جایز نیست، چه خود انسان بتراشد یا اینکه کسی دیگر در آرایشگاه برود در اونجا مشغول کار باشد ریش دیگران رو بتراشد. هر دو مورد این عمل حرام و ناجایزی است. جزاکم الله خیر. رفتن به جماعت تبلیغ چه حکمی داره؟ جماعت تبلیغ من توصیه میکنم که علما بیشتر به این تعلیم و تربیت مردم اقدام بکنن. هر کسی در واقع یک مسئولیتی رو الله متعال بر دوش اون گذاشته، تبلیغ دین و تبلیغ امور دینی، احکام شرعی و حتی مثلا بحث رقایق و بحث تشویق و ترغیب و دعوت، این ویژه کسانی هست که اهل دعوت باشند، اهل علم باشند، توانایی در واقع سواد رو داشته باشند، معلومات دینی رو داشته باشند. اشکالی ندارد یک فردی به خاطر این که با یک در واقع احکام شرعیش رو یاد بگیرد یا اینکه یه مقدار تشویق بشود برای انجام دادن احکام شرعی، پایبندی در دین اسلام با یک گروهی که اهل علم باشند، اشکال ندارد شما خارج بشوید، چند روزی بروید با اونها تا اینکه احکام دین خودتان رو یاد بگیرید. اما خارج شدن با افرادی که از شما پایینتر هستند، از شما بیسوادتر هستند و چه بسا دچار بدعت شدن، خارج شدن با اهل بدعت، کسانی که اهل بدعت هستند و مشکلات دیگری دارند، به هیچ عنوان جایز نیست که شما با اونها خارج بشوید. اما اگر مطمئن هستید که اهل دین هستند و اهل عبادت هستند و علمایی در اونها هست که علمای متبعی هستند و علمای مبتدع نیستند، جایز است که شما برای این که چند روزی از یک در واقع محیطی خارج بشوید، به یک محیط ایمانی وارد بشوید، از نظر شرعی اشکالی در این صورت ندارد. درست. جزاکم الله خیر. تماس بعدی بیننده ناقص بود ولی سوالشون به این صورت بود، گفتن که موقع وضو گرفتن بعد از شستن دست‌ها آیا باید دوباره دست‌ها رو به آب بزنیم؟ تا اینجا یعنی صحبت چطور گرفتن؟ من متاسفانه صداشون قطع شد. در ابتدای وضو شستن دست‌ها سنت است. در ابتدای وضو شستن دست‌ها، یعنی در کیفیت شستن دست‌ها در هنگام وضو، ابتدا اولین مرحله این است که انسان دست خودش را تا بند دست بشوید. این جزء سنت‌ها است که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا 3 مرتبه این رو در واقع می‌شستند دست‌ها را و بعد از آن مزمزه می‌کردند و استنشاق می‌کردند، این آب در دهان و آب در بینی می‌کردند و بعد از آن صورت را و دست‌ها را می‌شستند و بعدش سر را مس می‌کردند و در آخر پاها را می‌شستند. این روش وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما دقیقاً من متوجه نشدم سوالشون چی هست. اگر سوالشون این بوده که برای مسح سر آب جدیدی لازم هست که دوباره دست‌ها رو باید خیس بکنیم یا اینکه با همون آبی که وضو گرفتیم سر را مس بکنیم، اشکالی نداره. اگر آب جدید هم بگیرن دوباره دستشون در آب بزنن هم خوب است و اگر با همون نمی که در دست‌هاش هست وقتی که در واقع دست‌ها رو شستن با همون هم میتونند که سر را مس بکنند، هیچ گونه اشکالی و کراهیتی وجود نداره. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که چه دعایی یا چه اذکاری باید بکنیم تا پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خواب ببینیم؟ بهترین راه به همون اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که پیرو قرآن باشیم، پیرو سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. ذکر خاصی یا آیه خاصی و دعای خاصی که مخصوص باشه برای این که اگر ما بخوانیم رسول الله صلی الله علیه و سلم را در خواب ببینیم، چنین چیزی وجود ندارد و چنین دعایی از رسول الله یا از صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین نقل نشده. تشکر می‌کنم از شما. یعنی بعدی گفتن که اگر سوره‌ای که درش سجده تلاوت وجود داره از تلویزیون پخش بشه بعد آیا باید سجده بکنیم ما که بیرون هستیم؟ و اگر از طریق رادیو و تلویزیون اسم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را بشنویم آیا باید صلوات بفرستیم؟
به عنوان یک حکم لازم نیست. زمانی بر انسان در واقع سجده تلاوت لازم هست که خودش قرآن را تلاوت می کند یا استماع می کند. تلاوت می کند یا استماع می کند از یک فردی که مباشرتاً و مستقیم دارد در حال تلاوت قرآن هست. در این صورت انسان باید سجده تلاوت رو انجام بدهد. اما در صورتی که از رادیو بشنود، از تلویزیون بشنود یا از یک راهی عبور می کند و هدفش استماع قرآن نیست، صرفاً سماع هست، آیه سجده به گوشش رسیده و اصلا حواسش هم نبوده یا اصلا هدفش شنیدن قرآن نبوده، در این زمینه سجده کردن بر اون لازم نیست. سپاسگزارم از شما. آیا کودک یا بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده است میتواند امام بشود؟ اولاتر و بهترین است که در نمازهای فرضی در واقع امام نباشد. در نمازهای نفلی به هیچ عنوان اشکالی ندارد، جایز هست، مانند نماز تراویح، نمازهای دیگر که نماز جماعت وقتی که نماز نفلی باشد، اگر یک فردی که نابالغ هست اگر امام بشود هیچ گونه اشکال ندارد، زیرا که نمازشون در یک سطحی هست. اما در صورتی که امام باشد در نماز فرض، برخی از فقها نظرشون بر این است که زیرا که نماز کودکی که نابالغ هست نمازش نفل حساب می شود، نماز اساساً بر اون فرض نیست و نماز مقتدی ها فرض هست، گروهی از فقها این نظرش این است که اقتدا نشود به چنین امامی که نابالغ است، اقتدا نشود. اما جمهور علما که معتقد بر این هستند که اقتدای مفترض، یعنی اقتدای کسی که نماز فرض میخواند بر کسی که نماز نفل میخواند، اقتدا درست است. جمهور فقها این اجازه رو دادند، اشکال شرعی وجود نداره. اما من باب احتیاط اگر بخواید که بر تمام مذاهب عمل بشود، اولاتر این است که در نمازهای فرضی کسی که نابالغ هست امام نشود. درست. خواندن 40 یاسین بر شخصی که مریض هست از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ نه چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. نه 40 یاسین ثابت هست، نه یک یاسین، هیچ گونه در واقع چنین چیزی ثابت نیست و روایاتی که در مورد فضیلت یاسین اومده همشون در واقع ضعیف هستند و قابل استدلال نیستند و این حتی در روایت هم نیومده که 40 یاسین رو خونده باشند کسی بر مریض، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون ثابت نیست که چنین چیزی رو در واقع گفته باشند، چه برسد به این که ما بگیم که ضعیف هست یا ضعیف نیست. اساساً چنین چیزی نقل نشده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعاهای دیگری هست در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. برای فردی که بیمار هست بخونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن، خود معوذتین رو بخونند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و ثابت از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره فاتحه رو بخونند، هیچ گونه اشکال نداره. 7 مرتبه سوره فاتحه رو بخونند، بر بیمار بدمن، جایز هست. و دعای دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی کسی بیمار بشوند دست رو بر روی بدن بیمار در همون جایی که در واقع درد میکنه در اونجا بگذارید و این گونه دعا بکنید که اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. این دعا رو 7 مرتبه بخونند و دم بکنند بر همون جایی که در واقع درد دارد. اینا ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشکال شرعی نداره، بلکه اولاتر است که در کنار این که انسان به پزشک مراجعه میکند، این در واقع درمانهایی رو که شرعی هستند و قرآنی هستند از اینا هم استفاده بشه. اما خواندن 40 یاسین از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که روش درست نماز وتر به چه صورت است؟ در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نماز وتر چندین روش بیان شده، یعنی از 1 رکعت گرفته تا 11 رکعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و معروف ترینش که بیشتر مردم و بیشتر مذاهب بر آن عمل میکنن 3 رکعت نماز وتر است. 3 رکعت نماز وتر و این 3 رکعت به 2 گونه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، به صورت شفع و وتر یا به صورت 3 رکعت یک جا، یعنی 3 رکعت با 1 سلام هم خوندن و ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در وسط نمی نشستند، یعنی اول که نماز رو شروع می کردند بعد از رکعت دوم تحیاتی نداشتند، 3 رکعت با 1 تحیات و 1 سلام ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین 3 رکعت با 2 سلام
3 رکعت با 2 سلام، یعنی 2 رکعت بخونن و در تحیات بنشینن، سلام بدهند و بعدا بلند بشوند، یک رکعت دیگر بخونند. این دو روش از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مانند نماز مغرب یعنی وتر رو میخونند، یعنی دقیقاً مثل نماز مغرب، یعنی 3 رکعت با 2 تحیات و 1 سلام در واقع میخونند که این از دیدگاه ما خلاف اولا هست. اون چیزی که صراحتاً از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده اون اولاتر هست و قویتر هست و این یک نوع قیاسی هست که قیاس کردن بر 3 رکعت نماز در واقع مغرب و خصوصاً که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز 1 رکعتی در واقع نداریم، یعنی حتی وتر 1 رکعتی هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. اما در مذهب جمهور علما جایز هست که 1 رکعت هم بخونیم وتر جایز هست، 3 رکعت بخونیم با 2 سلام هم جایز هست، 3 رکعت بخونیم با 1 سلام و 1 تحیات هم در واقع جایز هست و این اولاتر و بهتر هست. اولاتر و بهتر است که 3 رکعت را با 2 سلام بخونیم یا با 1 سلام و 1 تحیات بخونیم. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که بین نماز عصر و مغرب آیا جایز است تحیه مسجد بخونیم؟ اصل بر این است که در واقع 5 وقت جز اوقات مکروه هستند. 5 وقت جز اوقات مکروه هستند. دقیقاً وقت طلوع آفتاب که تا زمانی که آفتاب در واقع کاملا طلوع نکرده، یعنی چیزی حدود 1 ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب که در روایت اومده که به اندازه 1 نیزه آفتاب از با دید شما از افق بالا بیاد و دقیقاً وقت استوا هست، یعنی تقریباً 10 دقیقه قبل از استوا و قبل از زوال و دقیقاً در هنگام غروب. این 3 وقت یعنی حرمتشون و ممنوعیت نماز کمی مؤکدتر هست، بیشتر هست که در این 3 وقت انسان نباید نماز بخواند. غیر از این 2 وقت دیگر باز هم ثابت شده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب، بعد از خوندن نماز فجر یعنی فرض صبح تا طلوع آفتاب و بعد از خوندن نماز عصر تا غروب آفتاب. این 2 مورد هم جز اوقات ممنوعه هستند. این 2 مورد هم جز اوقات ممنوعه هستند که و مکروهه که در این اوقات انسان نباید نماز بخواند. این به عنوان یک قاعده اصلی هست. اما در این زمینه در کنار این داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد نماز تحیت المسجد که شون در واقع سوال کرده حدیث متفق علیه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تا وقتی که وارد مسجد شدید و ننشینید مگر اینکه 2 رکعت را بخوانید. بنابر این روایت و روایت دیگری که در این زمینه آمده بسیاری از علما قائل به این هستند که تحیت المسجد واجب هست. تحیت المسجد واجب هست. در این اوقات 5 گانه‌ای که بنده عرض کردم نماز نفل مطلق خوندنش جایز نیست. نماز نفل مطلق خوندنش جایز نیست. نفل مطلق یعنی چی؟ یعنی نفلی که انسان خودش بخواهد که بخواند بدون هیچ گونه سببی، بدون هیچ گونه در واقع سبب و علتی که داشته باشد میخواد که نماز سنت بخواند یا نماز نفل بخواند. به طور مثال یک کسی نماز فجر را خونده، قبلا هم نماز سنت فجر خونده بوده، الان نشسته بعد از نماز فجر تا نماز اشراق تا طلوع آفتاب نشسته، آیا در این وسط میتواند بلند بشود و نماز نفل بخواند؟ نه، چنین چیزی جایز نیست. یک فردی بعد از نماز عصر در مسجد نشسته تا وقت مغرب، آیا میتواند در مسجد نماز نفل بخواند؟ نه، جایز نیست. یه خانومی در منزل خودش نماز عصر خونده تا نماز مغرب، دلش میخواد که نماز نفل بخواند، جایز هست که بخواند یا خیر؟ جایز نیست. اینا نفل مطلق هستند، یعنی نفلی که هیچ گونه سببی را ندارد. در این زمینه هیچ گونه اختلافی وجود نداره. بنابر اتفاق تمام علما هست که خواندن نفل مطلق در این اوقات جایز نیست. اما غیر از این مثلا عباداتی نمازهایی که در واقع سبب دارند خوندنشون جایز هست یا جایز نیست؟ بنابر رأی در واقع قول راجح در این زمینه جایز هست. به طور مثال یک فردی فرض کنیم که در طواف هست و بعد از نماز عصر طواف کرده، قبل از مغرب هست طواف انجام داده، آیا میتواند 2 رکعت نماز طواف بخواند یا نه؟ هیچ گونه اشکالی ندارد، جایز است که نماز طواف را بخواند ولو اینکه بعد از نماز عصر و قبل از غروب آفتاب باشه. یک فردی وضو گرفته، سبب نماز خوندن یه نفل مطلق نیست، وضو گرفتن هست.
و در این زمینه روایت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است که این در واقع جز سنت هایی هست که انسان بعد از وضو 2 رکعت نماز تحیت الوضو بخواند. جایز هست که 2 رکعت نماز تحیت الوضو بخواند. وارد مسجد شد بعد از نماز عصر، جایز هست که 2 رکعت نماز تحیت المسجد رو بخواند؟ بله جایز هست، چون که این نمازی هست که چیکار هست؟ سبب دارد. یعنی علتش ورود به مسجد هست، دل بخواهی نیست. اگر در خونه نشسته بود نماز نمیخوند، اگر بعد از عصر تا مغرب در مسجد نشسته بود نماز نمیخوند، اما تازه چون که از بیرون وارد مسجد شده، پس بنابراین خوندن نماز تحیت المسجد در این زمینه جایز هست و اشکال شرعی وجود نداره. گرچه بسیار از فقها مطلقاً گفتند که به هیچ عنوان جایز نیست، نه نماز نفل مطلق جایز هست و نه نفلی که در واقع سنتی که سبب داشته باشد، هر دوتا را منع کردند. اما با توجه به روایاتی که در این زمینه وجود داره، به طور مثال در هنگام خطبه خواندن یکی از مواردی هست که نماز خواندن درست نیست، در هنگامی که امام بر روی منبر هست و خطبه میخواند. اینم یکی از اوقات در واقع ممنوعه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه گفتند که هر کسی در روز جمعه زمانی که امام سر منبر هست اگر به صاحبش، به رفیق خودش بگوید که ساکت، این در واقع یک کار لغو و بیهوده را انجام داده، نباید این کار را انجام بدن. یا در روایت دیگر اومده که نماز جایز هست بخونید تا زمانی که امام بر بالای منبر میرود. این جزء مواردی هست که نماز خوندن در هنگامی که امام خطبه میخونه جایز نیست. اما به تصریح رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که رسول الله فرمودند که اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. اگر کسی در هنگام خطبه وارد مسجد شد و امام بر بالای منبر بود، 2 رکعت خفیف و سبک بخواند، با اینکه در اوقات چی هست؟ ممنوعه هست. اما چون که این نماز سبب دارد، تحیت المسجد هست، علت ورود به مسجد هست، و نظر علما این است که در این زمینه در واقع خواندن نماز تحیت المسجد جایز هست و هیچ گونه اشکالی در واقع ندارد. منتها اگر کسی فرض بکنیم که نزدیک نماز مغرب الان وارد مسجد شده، نزدیک نماز مغرب هست، 1 دقیقه یا 2 دقیقه الان مونده برای وقت نماز مغرب، یا مثلا 2-3 دقیقه مونده برای وقت غروب، این وقت دیگه وقتش یعنی نخواند بهتر هست، نخواند در واقع بهتر است، زیرا که در اینجا 2 وقت کراهت در واقع جمع شده، هم بعد از عصر تا مغرب هست و هم دقیقاً در هنگام وقت غروب است. همون صبر بکند، بعد از اینکه آفتاب در واقع غروب کرد و اذان گفت 2 رکعت بخواند، این اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در هنگام خواندن نماز جنازه و هنگام تکبیرها آیا در هنگام هر تکبیری باید رفع یدین انجام بدیم یا نه؟ به اتفاق تمام علما رفع یدین در تکبیر اولی سنت است، در این زمین اختلافی وجود ندارد. در هنگام تکبیر اولی در رفع یدین سنت هست به اتفاق تمام علما. اما در مورد بقیه تکبیرهایی هست، یعنی تکبیر دوم و سوم و چهارم، در این زمین اختلاف نظر وجود داره و این عقیده احناف و همچنین مذهب امام مالک رحمت الله علیه این است که رفع یدین نیست، اما بقیه علما شافعی و حنبلی ها نظرشون این است که در واقع رفع یدین هست و رفع یدین از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت عبدالله ابن عباس در واقع ثابت شده و همچنین در عموم نماز، یعنی در نمازهای دیگر که در واقع در هنگام رفتن به رکوع یا در هنگام برخاستن و تکبیر گفتن در واقع این رفع یدین هست. این یک نوع در واقع تقویتی می شود این مسئله، وگرنه از حضرت عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در قطنین و در واقع آورده و ثابت است از رسول الله رفع یدین. اما بسیار از علما مانند احناف و مالک ها اساسا این حدیث رو صحیح نمیدونن، ثابت شده نمیدونن، بنابراین معتقد هستند که رفع یدینی در نماز در واقع جنازه وجود ندارد. این اختلافی که یعنی قریب هست، این اختلاف یعنی خیلی سخته که در میان این 2 تا قول یکی رو قطعا و 100% چکار بکنیم، ترجیح بکنیم. گرچه بنابر قول علما و محدثین این روایتی و نقل قولی که از عبدالله ابن عمر و ابن عباس شده حتی به صورت مرفوع هم نقل شده از حضرت عبدالله ابن عمر که اینو نسبت داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما از عمل صحابه این ثابت هست. اما در مقابلش خلافش هم از عمل صحابه در واقع ثابت هست. این به اختیار شما هست. اگر رفع یدین کردید که به این نیت که سنت هست فبها و نعم، هیچ گونه اشکالی نداره. اگر رفع یدین نکردید در نماز جنازه به این نیت که در واقع سنت نیست و ثابت نیست، باز هم اشکال شرعی وجود نداره. اما رفع یدین اولاتر و بهتر هست. درست. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی گفتن که وقتی که سر کار میرن از صبح نمیتونن که نمازاشون رو بخونن، نماز ظهر و عصر و شام رو همه با هم در منزل میخونن یک جا. آیا درست این نوع نماز خوندن؟ دیگه در مذاهب اسلام و در دین اسلام چنین جمعی رو ما تا حالا ندیدیم. جایز هست که بنابر عذری انسان در میان دو نماز جمع بکند، یعنی نماز ظهر و عصر رو یک جا بخوند در یک وقت و نماز مغرب و عشا رو یک جا بخوند. اما در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت یا حتی غیر اهل سنت این گونه نیست که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو یک جا جمع بخونند، چون چیزی از نظر شرعی جایز نیست و اوقات نماز مشخص هستند. انسان باید در هر حالتی که هست و در هر موقعیتی که هست و در هر جایی هست نماز رو باید سر وقت بخواند که هر نمازی سر وقتش باید خونده بشد. اگر بنابر عذری، بنابر مسافرتی، بنابر بیماری یا بنابر مشغولیت خیلی زیادی، بنابر این که از یعنی یادش رفت که نماز را بخوند، جایز هست که در این صورت ها جمع بکند، یعنی بین نماز ظهر و عصر اینها رو یک جا بخوند و مغرب عشا را یک جا بخواند. این موردش جایز است. اما اینکه تمام نمازها رو یک جا بخواند به هیچ عنوان این جایز نیست. جزاکم الله خیر. زکات طلای 18 ایار چقدره؟ زکات طلای 18 ایار یعنی عرض کردم بارها که زکات طلا در صورتی زکات دارد که به یک سقف مشخص برسد، یعنی یک مرحله دارد به اندازه نصاب برسد، بعد از آن در واقع زکات هست و زکاتش در طلای 24 ایار 85 گرم هست. یعنی وقتی که طلای 24 ایار 85 گرم بود در واقع زکات بر اون تعلق میگیرد و زکات طلای 21 ایار 97 گرم هست و طلای 18 ایار 113 گرم هست. یعنی اگر کسی طلای 18 ایار دارد در صورتی که کمتر از 113 گرم باشند زکاتی به اون تعلق نمیگیرد. زمانی که به 113 گرم رسیدند و یک سال کامل بر اونها گذشت در این صورت زکاتی به اون طلای 18 ایار تعلق میگیرد. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که مسافر از چند کیلومتر بعد میتونه نماز قصر بخونه؟ در این زمینه اصل هدفمون مسافر هست، یعنی در شریعت اسلامی صراحتا این در واقع تعیین نشده نوع یعنی کیلومترش، بلکه اینو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وابسته به خود سفر میدونن. این اگر شما به یک جایی رفتید که از دیدگاه مردم در عرف مردم شما مسافر هستید، در اون صورت شما میتوانید که نماز را قصر و جمع بخوانید. اما عموم فقها اینو وقتی که مقایسه کردند بالاتر از 80 کیلومتر یا حدود 85 کیلومتر در واقع اینو جزء مسافت سفر قرار دادن و کمتر از این رو مسافر نمیدونن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نظرش این است که این بستگی به عرف دارد، شریعت اینو تعیین نکرده، وابسته به عرف هست. اگر در عرف شما مسافر بودید ولو اینکه کمتر از 80 کیلومتر باشه مسافر هستید و اگر در عرف این شما مسافر نیستید ولو اینکه بیشتر باشد در اون صورت شما مسافر شمرده نمیشوید. اما عموم فقها همون 80 کیلومتر به بالا را مسافت سفر میدونند. درست. جزاکم الله خیر. در هنگام خواندن اذکار آیا باید لبها تکان بخوره؟ بله، در هنگام خواندن و یا تلاوت حتما باید لبها تکان بخورن و این جزء تعریف قرائت هست و تعریف قرائت یعنی این که انسان یک چیز رو بخواند با حرکت زبان و لبها که یک صدای در واقع تولید بشود، ولی اینکه صدای خیلی خفیف باشد، یعنی حداقلش به اندازه‌ای باشد که خود انسان باید اون رو بشنود. این در واقع قرائت هست. در غیر این صورت قرائت شمرده نمی شود. شما فرض بفرمایید که کسی در نماز وقتی که در نماز ایستاده قرائت فرض در نماز، قرائت فاتحه یکی از ارکان نماز هست که حتما باید خونده بشه قرائت در نماز. اگر یک فردی در نماز وقتی که سر نماز ایستاده لبها را روی هم گذاشته، یعنی بدون اینکه لبهایش حرکت بکنند و بدون اینکه زبانش حرکت بکند در دل خودش دارد قرائت میخوند، لب روی لب گذاشته و در قلب خودش تلاوت میکند، قرآن میخوند و سوره فاتحه رو میخوند، چنین قرائتی قبول نیست و چنین فردی نمازش رو باید دوباره اعاده بکند. یعنی لبها رو روی هم گذاشته و زبانش هم تکان نمیخورد. این از نظر شرعی قرائت شمرده نمی شود. حداقل قرائت این است که خودت صدای خودت رو بشنوی، لبها تکان بخورند، مخارج حروف در واقع به کار بیفتند و این حروف از مخارجش خارج بشوند، این می شود قرائت. اما اگر کسی در دل خودش قرائت بکند این قرائتی شمرده نمی شود. اذکار صباح و مسا که ادعیه هستند، این ادعیه هم حکمش همون حکم تلاوت قرآن هست. این حتما با تلفظ الفاظ در واقع باید
باید این اذکار خونده بشوند، لبها حتما باید تکان بخورد. در غیر صورت اون ثوابی رو که بر این اذکار مترتب هست اون حاصل نخواهد شد. درست. جزاکم الله خیر. ناخن گرفتن در شب آیا درسته؟ بله، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. در شب، در روز هم جایزه، در هنگام جنابت هم جایز هست، در هنگام حیض و عادت ماهیانه هم جایز هست و هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. و گرفتن ناخن، بعضی فکر میکنند که ناخن رو حتما باید برند یک جای دفن بکنند. نه، هیچ گونه لزومی نداره. ولو اینکه ناخن رو گرفتن در سطل اشغال هم بندازند، هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیتی در این زمینه وجود نداره. به هر صورت اینو باید دفنش بکنند. هر کجا که دفنش کردن، چه در بیرون ریختند یا در هر جایی که معمولا بقیه موارد رو اضافی رو دفن میکنند، اینو میتونند که در اونجا در واقع بیاندازند. لازم نیست که حتما ناخن رو در روز بگیرند یا حتما اون رو باید در یک جایی دفنش بکنند، چون این چیزی لازم نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی گفتن از راه دریا از طریق ترکیه به اروپا میرفتیم که کشتی نزدیک بود غرق شود و در اون حالت که کشتی داشت غرق میشد نظر کردم که خیرات بدهم و آیا چنین نظری و دادن چنین خیراتی در این حالت درسته یا نه؟ بله، اساساً نظر کردن از نظر شرعی مکروهه. انسان نباید نظر بکند، یعنی یک چیزی رو بر خودش واجب بکند که بعدا نتواند اون رو انجام بدهد. اما اگر نظر کرد، یک عبادتی رو بر خودش واجب کرد، در صورتی که در واقع اون مطلبی رو که در نظرش بوده و چیزی رو که به خاطرش نظر کرده اگر اون تحقق پیدا کرد، بر نظرش باید وفا بکنه. ایشون نظر کرده بودند که اگر الله متعال مرا نجات داد، من نمیدونم فلان کار رو انجام میدم، یک گاوی رو در واقع قربانی میکنم در راه الله متعال. وقتی که الله متعال شما رو نجات داده، واجب هست بر شما که بر اون نظر خودتون وفا بکنید. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بعد از اقامه خواندن دعای اذان درسته یا نه؟ این در واقع برمیگرده، اختلاف نظر وجود داره در این زمینه در میان علما که آیا اقامه جزء اذان هست یا جزء اذان نیست. بسیار از علما معتقد هستند که این خودش یک نوع اذان هست. اقامه خودش یک نوع اذان در واقع شمرده میشه، به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بین کل اذانین صلاه، در میان هر دو اذان نماز وجود داره. یعنی اولی که اذان هست، منظور از دومی اذانین همون اقامه هست که گفته می شود. در میان هر دو اذانی نماز وجود داره، یعنی شما میتونید که نماز بخونید. نماز سنت در این وقتا در واقع جایز هست. بنابراین بسیار از علما میگن که خود اقامه گفتن چون که یک نوع اذانی هست، پس بنابراین دعای وسیله رو، دعای اذان رو بعد از خواندن اون، بعد از اقامه خوندنش از نظر شرعی واسه اشکال نداره و جایز هست. و برخی از علما میگن که نه، این به خاطر تقلیب این رو گفتند و اگر در حکمشون حکم اذان در واقع نیستن. البته در تکرار کردنشون مستحب هست و جایز هست انسان تکرار بکنه، همون گونه که تکرار اذان سنت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن این اذان دومی یعنی اقامه هم در واقع همون حکم را دارد. اما اگر کسی بخواند اشکال ندارد. بعد از اقامه اگر فرصتی شد نماز دعای اذان رو خوندن، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد. بنابراین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مشمولش هست. اما اگر فرصت نشد نخوندند، باز هم اشکال شرعی وجود ندارد. درست. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شماره تماس بیننده رو دوباره زیرنویس بکنن تا دوباره چند تا سوال شرعی بگیریم تا فرصتی که باقی مونده. اذان گفتن در گوش بچه یا کودک سنت یا نه؟ عموم فقها این رو در واقع سنت گفتند و در این زمینه روایتی هم هست از حضرت که رسول الله صلی الله علیه وسلم در از گوش حسن و حسین در واقع اذان گفتند. گرچه از نظر سندی یعنی اشکال دارد، اما عموم فقها اینو مستحب یا سنت دونستند که در گوش کودک اذان گفته بشود. درست. چند تا تماس بیننده رو میگیریم و دوباره از بینندگان خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن مصاحبه بکنن، منتظر نباشن صداشون تلویزیون پخش بشه. اولین بیننده رو وصل کنید. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. بفرمایید. مادر من پسرعمه من شیر داده. دوباره سوال بپرسید. الان پسرعمه من الان 30 سالش شده تقریبا. الان قراره برادر هفتمی من میخوایم این دختر پسرعمه منو بدیم بهش. 2 دفعه میگم بیشتر شیر نخورده، بعد 2 سال پسرعمه هم تقویم شده. 2 سال شیر خوردنه.
درست. الان مثلا میخوایم یعنی سن پسرمتون از 2 سال بیشتر بوده وقتی شیر خورده دیگه؟ بله؟ از 2 سال سنش بیشتر بوده وقتی شیر خورده؟ بله مادر من چون شیر زیاد داشته، خواهر من نمیتونسته بگیره، 2 تا مثلا اجباری بهش دادن که فقط این شیر سینه‌اش کم بشه و مثلا خواهر من بتونه سینه مادرمو بگیره. الان همین برادر من 7می میشه بعد خواهر من. الان مثلا قراره دخترشو بدیم ما به برادر من. دقیقا متوجه نشدم سوالش. دختر کی رو بدیم برادرتون؟ یعنی شما به مشخص دختر پسرعموی منو که مادر من 2 دفعه شیرش داده. دختر پسرعموشون که مادرش برادرش میشه بعد از 2 سالگی شیر خورده، ایشون گفتن بله نمیدونم. بله دیگه خودشون. این در زمان کودکی شیر خورده، یعنی قبل از 2 سال شیر خورده یا نه؟ بله میگن شیرش کامل شده بوده. یعنی کامل شده یعنی چی؟ بعد از اینکه 2 سال از شیرش گرفته؟ 2 سالش تموم شده بوده. بله. بسیار. بله. تشکر میکنیم از شما. یعنی الان جواب من واضحه؟ بله سوالتون ان شاءالله واضحه و پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنیم. یا بعد از برنامه اگر زنگ بزنن و مفصل توضیح بدن بهتره. مولوی البته پیشنهادشون اینه که شما خواهر گرامی بعد از برنامه که تمام شد به صورت مفصل یعنی بیشتر توضیح میخوان مولوی، دوباره تماس بگیریم بعد از برنامه، 1 10 دقیقه بعد از برنامه ان شاءالله تماس بگیریم و اونجا سوالاتون مطرح بکنین تا بیشتر واضح باشه براشون. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر عزیز و ارجمندم. و علیکم السلام و رحمت الله آقای الهی عزیز، در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت برادر بزرگم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به تلاقی این که سری قبل حاجی آقا من خیلی بو خورد بر نداشتید، من پیرمرد اذیت کردید، حالا 5 سال کوتاه دارم. بفرمایید. اجازه شما. در خدمتتون هستیم. مهم اینه که جوابشون کوتاه باشه. من اون دفعه هم ازتون پرسیدم کدوم آیه بود که اینا اضافه کردن اولوالامر رو که مدرک امامتشون کنن. 1 آیه 50 سوره نساء. مثل الان نبود که مثلا الان میدونیم 1 ساعت و نیم بعد وقت مثلا روز شدن صبح شدن، فکر میکنم مثلا اون موقع هوا زمانی که میخواست گرگ و میش بشه نماز صبح رو میخوندن. آیا ما مثلا اگر اون موقع مثلا هوا داره گرگ و میشه که از ما رو به زبون خودمون بگیم نماز صبح بکنیم قضاست یا نه؟ بعد در سجده میشه آیت الکرسی خوند. بعد تلاوت قرآن رو حتما باید به عربی بخونیم، یعنی ترجمهش فقط کافی نیست. یعنی در نماز یا به صورت عادی؟ من که مرجع، حالا اینا که اینا خودشون میگن مرجع تقلید، آیا کسی میتونه چیزی رو مثلا فتوا بده حلال یا حرومه؟ سال آخریتون دوباره بپرسین؟ سال آخری دوباره بپرسین؟ مثلا میگن مرجع تقلید حالا به شیعه ها، آیا میتونه چیزی رو فتوا بده، مثلا بگه آیا این حرامه این حلاله، از پیش خودش حالا مثلا بعضی میگن این حرامه، میگه میشه فتوا داد، فتوا میدن برای خودشون این حرامه حرامه و حلاله نمیدونم چیه. درست. بعضی سوالات حاجی با شما نباید جواب اینا رو بدید. میگن در مذهب شیعه جایز گوشت سوسک خوردن، این راست میگن با راسو رو این موجودات میگن مذهبی جایز خوردنش، این دست درد نکنه قربونت برم فدات شم خدا نگهدار. بعضی سوالات ما باید جواب بدیم قربونت برم خدا حافظ شما خدا نگهدار. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی از طریق گوشی با ما صحبت بکنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد بزرگ. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد محترم، کسی که به حج بره حج فیضی ادا کنه، یعنی نماز غیری داشته باشه، میتونه بعد نماز قضایی خود بخونه نه دیگه تموم میشه؟ نماز قضاییش رو در حج بخونه منظورتونه؟ نه بعد از حج یعنی نماز قضایی باز بخونه یا نه دیگه خواندن لازم نیست؟
من سوال خوب متوجه نشدم، یعنی کسی به حج بره این است که نماز کسی که نماز نخونده 5-6 سال نماز نخونده درست. نماز بعد از باز برفته به حج رفته، از حج که بر بگرده باز نماز میتونه نماز غیظی خود بخون یا نه؟ درست. نماز گذرده نمونده گیره. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه اینه که بین نماز فرض و سنت اگه آدم گپ بزنه نماز آدم درست کنه. درست. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. خانمی فارغ میشه خب؟ بله. بعد از 15 روز خروجیش قطع میشه. آیا بعد 15 روز میشه با همسرش هم بستری کنه یا باید چه روز صبر کنه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ خیلی ممنون، تشکر. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. خواستم بگم آیا دخترانی که لاک میزنن به ناخونشون آیا جایزه یا گناهه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه مرسی. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. وقتتون بخیر. سلامت باشین. جناب عذر میخوام، من از آقای دهقان میخواستم سوال کنم یه مقدار در مورد این عرش خداوند یه مقدار توضیح بیشتری بدن و اینکه بپرسین که این عرش خدا مگه به صورت جسمی که میگن ملائکه میتونن اونا رو حملش کنن؟ سوال دیگه هم دارین؟ خیلی ممنونم از دوستتون. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو وصل کنید. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، شما آخرین بیننده هستین، در خدمت شما هستیم. خسته نباشید. سلامت باشید. جلوترم تماس گرفتم. این گفتم بعد از اقامه نماز بله پیش نماز وای میسته دعای بعد اذان میخونه همیشه. درست. بعد نمازم نماز که تمام میشه آیت الکرسی، قل هو الله، قل هو الله احد، بله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اینا رو میخونه دسته جمعی همیشه میخونه. درست. این چه چیز جایز است یا نه؟ که به سوال بعد از نماز که جواب دادیم دیگه. منظورم این بود که امام وای میسته همیشه بعد از اقامه میخونه. درست. تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. و در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا و دستت را در راه بخشش مال به گردن خیش مبند و ترک انفاق نکن و آنچنان دست و دلباز مباش که آنگاه سرزنش شده و درمانده و حسرت زده بنشینی. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا یک بینندگان پرسیدن در مورد خودتون، گفتن آیا مولوی حنفی است یا مذهب دیگه داره؟ مختصر جواب بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من بنده اساسا حنفی هستم، یعنی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مدارس احناف بنده درس خوندم و اصل مذهب من حنفی هست. منتها در برخی از موارد که تحقیق کردم در کنار مذهب، یعنی بر پایه مذهب و در کنارش احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و آیات قرآن کریم، در مواردی که تحقیق بنده به این برسد که در فلان مسئله بالفرض اگر در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی خلاف اولا باشد، من از این ابایی ندارم که بر اساس قول جمهور و بر اساس آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا بدم و اظهار نظر بکنم و تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت از دیدگاه بنده محترم هستند. عمل کردن بر تمام مذاهب از نظر شرعی جایز هست، یعنی هم حنفی و هم مالکی و هم حنبلی و هم شافعی، هر کسی که بر یکی از این مذاهب عمل بکند جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما علمایی که اهل تحقیق هستند نباید مقلد باشند، بلکه باید محقق باشند، اجتهاد بکنند و مسائل را با دلیل شرعیشون از قرآن و حدیث باید پیدا بکنند و استنباط بکنند و بر اساس آن فتوا بدن. در کنار این باید اقوال ائمه اربعه را خصوصا و بقیه فقهای گذشته را هم باید مد نظر داشته باشند. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتم به کسی گفتیم که یک کاری رو انجام بده و به دروغ گفت که انجام ندادم ولی میدونستیم که انجام داده. آیا میتونیم او رو قسم زن طلاق بدهیم؟ نه، از نظر شرعی قسم به زن طلاق جایز نیست و کار حرامی هست و شما هم نباید کسی رو مجبور بکنید که زن طلاق بخورد. همون قسم به نام الله متعال خورد، اگر قسم خورد شما از اون قبول بکنید ولا این که بفهمید که دروغ گفته. بعد از نام الله و عظیمتر و مقدستر از نام الله متعال ما بالاتر از این چیزی رو نداریم که کسی رو به اون قسم بدیم. قسم به زن طلاق یا هر مورد دیگر از نظر شرعی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من کان حالفا فلیحلف بالله، اگر کسی چاری ندارد باید قسم بخورند حتما باید به نام الله قسم بخورند. غیر از نام الله قسم خوردن به هیچ چیز دیگری جایز نیست و انسان هم نباید کسی رو مجبور بکند که به نام غیر الله قسم بخورد. جزاکم الله خیر. خواهر تماس گرفتن که ازش دوباره خواستیم که بعد برنامه تماس بگیرن، ولی سوالشون به این صورت گفتن که مادرم به پسرعمه هم شیر داده که سنش هم بیشتر از 2 سال بوده در آن زمان و آیا الان میتونه برادر هفتمم با دختر این پسرعمه هم ازدواج بکنه؟ در این مسئله، یعنی در اصل مسئله شیرخوارگی اختلاف نظر وجود داره در میان عموم یعنی فقها. یعنی جمهور فقها نظرشون بر این است که حداقل میزانی که حرمت را ثابت میکند یا محرمیت را ثابت میکند 5 مرتبه شیر خوردن هست، بنابر حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم. و کمتر از 5 بار اگر شیر بخورد از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت این معتبر نیست.
اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و گروه دیگر از فقها حداقل همون حداقل هم که شیر بخورد، یعنی با یک قطره یک بار شیر خوردن هم در واقع این محرمیت و حکم ثابت می شود. در چنین موارد نظر بنده این هست که اگر تا کنون ازدواج نکردند ازدواج نکنند، ولو اینکه یک مرتبه یا 2 مرتبه شیر خورده باشد، ولو اینکه یک مرتبه یا 2 مرتبه شیر خورده باشند، در واقع از یک نفری بر احتیاط عمل بکنند و بر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل بکنند که ازدواج نکنند. این اولاتر هست و بهتر است و با احتیاط نزدیکتر هست. این یک مسئله. بالفرض این که 2 نفر با هم دیگر ازدواج کردند، بعد از ازدواج ثابت شد یک فردی اومد ادعا کرد این 2 نفر با هم شیر خورده بودند، در این زمینه نگاه میکنیم اگر ثابت شد که یک مرتبه شیر خوردند، اینها از هم دیگر جدا نشوند. بنابر قول جمهور در اینجا عمل میکنیم که تا زمانی که با 5 مرتبه شیر خوردن نرسیده باشه حرمت ثابت نمیشه، پس همچنان زن و شوهر هم دیگر هستند. اما اگر تا حالا ازدواج نکردند ازدواج نکنند به خاطر احتیاطی که در این زمینه وجود دارد. ایشون گفتند که پسر عمه ایشون رو مادرشون شیر داده، یعنی مادر ایشون پسر عمه ایشون رو در واقع شیر داده باشند. خب این پسر عمه را وقتی که شیر دادن یعنی میشود برادر شما، یعنی میشود برادر شما و برادر شما نمیتونه که در واقع دخترش با اون در واقع ازدواج بکنه، یعنی مثل اینه که برادرزاده خودش رو ازدواج کرده باشه و از نظر شرعی با هم دیگر حرام هستن و ازدواجشون درست نیست. جزاکم الله خیر. آقای الهی پرسیدن که اولوالامر در چه سوره آمده و چه آیه؟ در سوره نساء آیه 59 هست که در اصول کافی اومده که در واقع اینو نقل کردند که به صورت اشتباه نقل کردند، یعنی چون که در روایت اومده که فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول اومده و نام اولی الامر نبوده که ائمه شیعه در اینجا مشمول شامل نمیشوند. اینا اومدند آیه را در واقع عوض کردند و نوشتن فین تنازعتم فی الامر یا فی شیء فردوه الی الله و الرسول و الی اولی الامر منکم. اینو در آیه اضافه کرده بودند که خود در برنامه حجت بی حجت من اصل این حدیث رو خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم که این قول به تحریف قرآن هست. جزاکم الله خیر. خواندن نماز صبح در حالت گرگومیش آیا درسته؟ بله اشکال نداره، جایز هست. و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در صحیح مسلم هست فرمودند که وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وقت نماز فجر و وقت نماز صبح از طلوع فجر، از بامداد شروع می شود تا طلوع خورشید، از بامداد تا طلوع خورشید این وقت نماز فجره. هر کسی که نماز رو در این وقت خوند یعنی این که نماز رو ادا کرده، در سر وقت در واقع خونده. و در روایت دیگری هم اومده که روایت صحیح از در مسند احمد و دیگران روایتش کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، که نماز فجر را با روشنی بخوانید که ثوابش در واقع بیشتر هست. در تطبیق این حدیث در میان علما اجتهادات مختلفی وجود داره. برخی میگویند که اینو در تاریکی شروع بکنند و تا زمانی ادامه بدهند که هوا کاملا روشن باشه. برخی دیگر از علما مانند ائمه احناف گفتند که نه، صبر بکنید که هوا کاملا روشن بشود، بعد از این در واقع نماز را بخونید. اما چیزی که متفق علیه هست در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت این است که وقت نماز صبح از دمیدن فجر صادق در واقع بامداد شروع می شود تا طلوع آفتاب. در این زمان هر کسی وقت نماز خوند در واقع در داخل وقت فجر نماز خونده و نمازش ادا هست. ادا یعنی انجام دادن یک نمازی در همون وقتی که در شریعت برایش تعیین شده. بله اینشون گفتن که نماز رو در وقتی بخونیم که هوا گرگومیش هست، بله هیچ گونه اشکال نداره و دقیقاً این وقت نماز فجر هست. بله سپاسگزارم از شما. خواندن آیت الکرسی در سجده آیا درسته؟ آیت الکرسی رو یعنی تلاوت قرآن در نماز فقط جایش همون در واقع قیام هست. در هنگام رکوع و در هنگام سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم از خوندن قرآن منع کردن مگر آیاتی که جنبه دعا داشته باشد، مانند ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، اینها جایز هست. اما تلاوت قرآن ثابت نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن به دعا در سجده. تلاوت قرآن به زبان فارسی، تلاوت یعنی خواندن قرآن کریم هست، خواندن قرآن کریم.
و نص مقدس همون الفاظ عربی هستند که کلام الله متعال هست. ثواب خاصی هم داره. ثواب خاص رو داره. یعنی تلاوت قرآن زمانی ثواب دارد که همون نص عربی را که کلام الله متعال هست اون رو در واقع چکار بخوانند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی یک حرفی را از قرآن بخواند و در مقابل هر حرفی الله متعال 10 ثواب بهشون عنایت میکند. ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. و فرمودند که من نمیگم که الف لام میم این یک حرفه، الفش یک حرفه، لامش یک حرفه و میمش یک حرفه، بلکه اضافه بر این علما گفتن الف هم 3 حرفه، لامش هم 3 حرفه و میمش هم 3 حرفه. در مقابل هر حرفی الله متعال 10 نیکی به شما عنایت خواهد کرد. اما خوندن ترجمه قرآن چه به زبان فارسی باشد یا به چه زبان غیری باشه، خود این تدبر کردن در معنی قرآن این ثوابش هست. یعنی شما اگر فارسی رو هم بخونید، ترجمه فارسی رو بخونید و تدبر بکنید در معنی کلام الله متعال، این اجر و ثواب داره. اما خوندن ترجمه فارسی ثواب خواندن متن عربی را ندارد. تدبر در معنی قرآن این حکمش هست، ثواب رو میبرید، اما ثواب تلاوت قرآن با خواندن قرآن با زبان غیر عربی حاصل نمیشود. جزاکم الله خیر. آیا مرجع تقلید میتواند فتوا بدهد که این حلال است یا این حرام است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الحلال بین و الحرام بین. حرام واضحه و مشخصه و در واقع حلال و حرام هر دوتاشون کاملا مشخص هستند. یعنی دقیقا رسول الله صلی الله علیه وسلم و الله متعال با تفصیل مواردی رو که حرام هستند برای ما کاملا اینو بیان کردند. بعد از بیان قرآن و بعد از بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ کسی نمیتواند که از جانب خود چیزی را که در زمان رسول الله حلال بوده اون حرام بکند یا حرام بوده اون حلال بکند. هیچ کسی نه مرجع تقلید چنین اختیاری رو دارد و نه ائمه شیعه چنین اختیاری رو دارند و نه ائمه سنی چنین اختیاری دارند و نه صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم. هر چیزی که در زمان رسول الله حلال بوده تا قیامت حلاله و هر چیزی که حرام بوده تا قیامت هم حرام هست. این یک مورد اتفاقی هست. اما فرض کنیم که یک مورد جدیدی الان به وجود آمده. الان مرجع تقلید میتوند فتوا بدهد که آیا این حلال هست یا حرام هست. یک چیزی که اصلش در شریعت نیست. به طور مثال سیگار خب در زمان رسول الله نبوده، دخانیات نبودند، مواد مخدر نبودند. آیا یک مرجع تقلید، یک عالم میتواند فتوای حرمت بدهد؟ بله میتواند فتوای حرمت بدهد در اموری که جدید هستند. مبنای فتوایش چی هست؟ اصول کلی هستند که در شریعت اسلامی وجود داره. به طور مثال در شریعت اسلامی اومده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این به عنوان یک اصل و یک قاعده هست که مجتهدین به اون مراجعه میکنند که در اسلام هم ضرر رسانیدن به خود و هم به دیگران حرامه و ممنوع است. پس بنابراین هر چیزی که ضرری به نفس انسان، به جان انسان داشته باشد از نظر شرعی حرامه. یعنی که مثلا قیاس بکنن بر محرمات دیگر، شراب حرام هست. چرا؟ چون که مست کننده است، انسان را از حالت طبیعی در واقع خارج می کند. پس بنابراین چون که مواد مخدر در این علت با شراب یکی هستند و دقیقاً مثل شراب مخدر هست، بیهوش کننده هست و مست کننده هست، پس بنابراین حکمش می شود یک چیزی. در چنین مواردی که جدید هستند و تازه پدید اومدند، بله یک مجتهد، یک مرجع تقلید می تواند اظهار نظر بکند، استنباط بکند، اینو قیاس بکند بر موارد مشابهی که در شریعت وجود دارد و بر اساس این چیکار میکند؟ یک حکمی فتوایی را صادر میکند. اما این که یک موردی در زمان رسول الله حلال بوده، آیا یک مرجع تقلید میتواند حرامش بکند؟ چون این چیزی اصلا امکان پذیر نیست. جزاکم الله خیر. کسی که به حج رفته است و نماز قضا داره، آیا میتونه بعد از حج نماز قضا رو بخونه؟ قطع نظر از این که به حج رفته باشد یا حج نرفته باشد، نظر بنده و فتوای بنده این است که کسی که در زمان جوانی نمازهاش رو عمدن قضا کرده، بعد از این که توبه می کند قضای نمازهای گذشته بر اون لازم نیست. به محض این که توبه بکند، یعنی این که از گذشته خودش توبه کرده، طلب مغفرت بکند، استغفار بکند از الله متعال و از این به بعد پایبند نماز باشد و نماز رو سر وقت بخواند، لازم نیست که نمازهای گذشته رو چیکار بکند؟ تکرار بکند و دوباره قضای اونها رو بیاورد. گرچه برخی از فقها این فتوا رو هم دادند که تمام عمر رو نمازش رو قضایی بیاره. این فردی که قبلا اصلا نمیتونست نماز بخونه یا یعنی به خاطر سستی و ضعفش نماز نخونده، عمدن نماز رو ترک کرده، این اگر بیاد و از این به بعد پایبند نماز باشه یک شاهکاری کرده.
همین این که ما ملزمش بکنیم که از این به بعد نماز رو ترک نکنه، یعنی این که واقعا یک شاهکاری کرده، الله متعال بهش استقامت نصیب بکنه و لازم نیست که تمام نمازهای گذشته رو فتوا یعنی اجرا بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که نمازی رو یادش رفت یا خواب افتاده بود، هر وقتی که بیدار شد یا بیادش اومد اون نماز رو چکار بکند؟ اعاده بکند. یعنی حکم اعاده نماز رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن و در این ضمن نماز قضا شده رو که عمدن ترک کردن اون رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر نکردن. نظر بنده این است که قضا آوردن نمازهایی که شما در زمان جوانی ترک کردید و عمدن نخوندید اونها لازم نیست. همین که توبه کردید، استغفار بکنید، مواظب و مراقب نمازتون باشید، ان شاء الله همین برای شما کفایت میکنه. اما این که حج کردید یعنی یک توبه کامل کردید که حج یعنی وقتی که انسان حج مبرور انجام بدن مانند این است که از گذشته خودش کاملا صاف هست، یعنی پاک شده، گناهان گذشتهش الله متعال میبخشد، خصوصا که در کنار حج همراه با توبه باشد و بعد از آن همراه با استقامت و التزام به نماز باشد. ان شاء الله که الله متعال گذشته شما را میبخشد و نیازی نیست که نمازهای گذشته را قضا بیاورید. جزاکم الله خیر. بین فرض و سنت اگر کسی صحبت بکند آیا نماز باطل میشه؟ نه اینکه نماز باطل میشد، خب نماز که تمام شده، نماز باطل نمیشد و کراهتی هم ندارد، بلکه سنت هست. بلکه سنت هست که در میان نماز فرض و سنت انسان صحبت بکند یا بنابر روایت حضرت معاویه رضی الله تعالی جایش را تکان بدهد، یا اینکه صحبت بکند مشخص بشه که واقعا نماز فرض یعنی تمام شده، نماز فرض و سنت رو به هم دیگر نچسباند. غیر از این تمام اذکاری که وارد شده بعد از نماز فرض هستند. در روایت اومده دوباره کل صلات، یعنی بلا فاصله بعد از هر نماز. این بعد از هر نماز ابتدا انسان بعد اذکار مشروعه و معصوره را باید بخواند و بعد از این بلند بشه و نماز سنت را بخواند. نه تنها که گناهی نیست و کراهتی ندارد، بلکه سنت این است که بعد از فرض و قبل از سنت صحبت بکند، یا اینکه جای خودش را تکان بدهد، یا اینکه حداقل اون اذکاری رو که ثابت هستند اونها را بخواند. جزاکم الله خیر. خانمی بعد از 15 روز از وضع حملش دوره نفاسش تمام شده است، آیا همبستری جایز است یا باید 40 روز صبر کرد؟ جایز هست. یعنی معیار در اینجا همون به پایان رسیدن خونریزی هست، ولو اینکه بعد از 15 روز نه، بعد از 5 روز باشه، بعد از 10 روز باشه، بعد از 1 روز بعد از زایمان باشه. بالفرض تصور بکنیم که خانمی اصلا به صورت کلی اصلا خونریزی نداشته باشه، هیچ گونه ممنوعیتی در این زمان وجود نداره. به محض پاک شدن و انقطاع خون، وقتی که خانم مطمئن شد که در واقع پاک شده، نماز هم باید بخونه، روزه هم بر اون در واقع فرض هست باید بگیرد اگر توی توانست، و همچنین همبستری با زن و شوهر هم در این زمان جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود نداره. معیار در اینجا پاک شدن هست، معیار تعداد ایام روزه ها نیستند. بعد از 5 روز، بعد از 10 روز، 15 روز، هر وقتی که پاک شد این در واقع جزء پاکی شمرده می شود و همبستری جایز هست، مگر در صورتی که تا 40 روز ادامه داشته باشد. اگر از 40 روز بیشتر ادامه داشته باشند، با وجود این که هنوز خونریزی باشد، باز هم زن باید نماز بخواند و همبستری هم جایز هست بعد از 40 روز. اما قبل از 40 روز هر وقتی که پاک شد در واقع حکم پاکی رو دارد و نماز باید بخواند و همبستری هم جایز است. جزاکم الله خیر. لاک زدن به ناخن برای خانم ها جایزه؟ لاک زدن به صورت یک حکم اصلی جایزه، اشکال شرعی ندارد در صورتی که مانع از رسیدن آب به پوست در واقع به اصل ناخن نباشه. اگر یک خانمی، یک دختری که مثلا فرض کنیم به سن بلوغ نرسیده لاک میزند، هیچ گونه اشکال نداره. یا اینکه خانمی در ایام عادت ماهیانش که نماز بر اون فرض و لازم نیست لاک میزند، اشکال شرعی وجود نداره. اگر یک نوع لاکی هست که مانع رسیدن آب به بدن نمی شود، باز هم اشکال شرعی وجود نداره. اما اگر لاکی هست که مانع، یعنی صرفا یک رنگ نیست بلکه یک لایه اضافی هست و مانع رسیدن آب به بدن می شود، در این صورت در ایام پاکی زن نباید که چون این لاکی رو استفاده بکنه، بلکه باید وضو بگیرد و نمازش رو باید بخواند. جزاکم الله خیر. بیننده باید در مورد عرش خداوند سوال کردن و اینکه آیا عرش خداوند به صورت جسم است؟ در مورد عرش الله متعال اتفاق هست در میان اهل سنت و الجماعت که این عرش جز مخلوقات هست. عرش مخلوق هست و جسم است. بله،
عرش الله متعال به اتفاق اهل سنت و الجماعت مخلوق است و الله متعال صراحتا میفرماند که و هو رب العرش العظیم، الله رب عرش هست و این دلیل بر این است که عرش در واقع مربوب هست و مخلوق هست. یا الله متعال میفرماید هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء. الله متعال آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید و عرشش بر روی آب بود. عرش الله متعال بر روی آب بود. این دلیل بر جسمانیت و دلیل بر مخلوق بودن عرش هست و اهل سنت و الجماعت معتقد هستند که الله متعال بر روی عرش هست. الله متعال بر روی عرش هست و در این زمینه دلایل محکم و صریح و صحیحی هم از قرآن وجود دارد و هم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قرآن حدود 7 مورد اومده که الله متعال این تعبیر رو دارند که الرحمن علی العرش استوا یا ثم استوا علی العرش. بحث استوا رو در 7 جا از قرآن کریم الله متعال اینو تصریح کرده که الله متعال بر روی عرش قرار گرفت. استوا یعنی قرار گرفت، مستقر شد، این تعبیرش هست. اما در این زمینه یک نکته اساسی رو انسان باید مد نظر داشته باشد. ما در مورد ذات الله متعال و در مورد صفات الله متعال از طرف خود قضاوت نمی کنیم. از طرف خودمون قضاوت نمی کنیم. خب اینجا شاید یک اشکالی پیش بیاد که یک فردی بگه که خب شما که میگید که خدا بر روی عرش هست، آیا مگر الله نیاز به مکان دارد؟ مگر الله جسم هست که بر روی یک جسمی، بر روی یک مخلوقی قرار بگیرد؟ جوابش این است که این تصور غلط شما هست. ما به هیچ عنوان چنین چیزی رو نگفتیم و این لازمه گفتار ما نیست. آن چیزی رو که در قرآن اومده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده ما قبول داریم. الله خودش در قرآن در چندین جا و در 10 آیه این مطلب را بیان کرده که الله متعال در آسمان هست، بالای آسمان ها هست و بر روی عرش قرار دارد. همون گونه که ما در کیفیت ذات الله متعال دخل و تصرفی رو نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر بکنیم و علمی رو نداریم، در مورد صفات الله متعال ما نمیتوانیم اظهار نظر بکنیم. یعنی الله متعال بر روی عرش هست، اما مانند انسانی نیست که بر روی عرشی، بر روی صندلی، بر روی تختی قرار گرفته. این کسانی که این تصور اشتباه در این در واقع اشکال در ذهنشون پیش اومده، اشکال از یک جای دیگر هست. اینها در مرحله اول اومدند خدا را، الله متعال را با مخلوقات یعنی مقایسه کردند، تشبیه کردند، چون که مخلوق وقتی که مثلا بر روی صندلی نشسته باشد، یعنی این که نیاز به صندلی دارد، یعنی که مکانی رو در واقع حیزی رو اشغال کرده، پس بنابراین الله باید این گونه باشد. چون که این مقایسه رو انجام دادن، اشکال براشون به وجود آمده که پس بنابراین نباید الله روی عرش باشه. الله روی عرش هست به تصریح آیات زیادی و روایات زیادی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما کیفیت استقرار الله متعال ما نمیدونیم. کیفیت الله، کیفیت ذاتش را ما میدونیم و این استوا یک از صفات الله متعال است. استوا بر عرش یک از صفات الله متعال است. همان گونه که ما نمیتوانیم در مورد ذات الله، کیفیت وجود الله متعال اظهار نظر بکنیم و الله متعال را با مخلوقی تشبیه بکنیم، ما نمیتوانیم صفات الله متعال را با صفات مخلوقات چکار بکنیم؟ تشبیه بکنیم. بله، الله متعال بر روی عرش هست، به تواتر ثابت شده، به آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، اما کیفیت استقرار و استوای الله متعال به هیچ عنوان مانند استوای مخلوقات نیست و لازمهش جسم بودن الله متعال یا این که الله متعال به مکانی لازم نیاز داشته باشه، لازمش چنین چیزی نیست و الله متعال در واقع لیس کمثله شیء، مانند الله متعال هیچ مخلوقی نیست و نمیشود که الله متعال را با مخلوقاتش مقایسه کرد. بله، جزاکم الله خیر. وقت برنامه تموم شد و تشکر میکنم از شما که وقت ما دادین و بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحي